ببین چقدر کاری ثواب شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قریب 2.5 ساعت درباره کاری حکومتش دوام یک سال اخیر در نزد وکیلان حسابات داد. صحبت او در کل درباره دستاوردهای حکومت در دوام سال بود. از مشکلات کمتر گفته شد. رئیس جمهور پیامش را از وضع بد اقتصاد جهانی شروع کرد. از جمله در 5 سال اخیر تأثیر منفی برخوردهای گیاه‌سیاسی، نزاع‌های تجارتی، اینچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم با اقتصاد کشورهای جهان شدت یافته، یراق‌ناشوی با شتاب و آغاز مرحله جنگ سرد باعث قلمدار شدن نظام مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی بین دولت‌ها و به وقوع آمدن بحران جهانی اقتصادی گردید. هرچند امام علی رحمان از هیچ کشور نام نبرد، اما معلوم بود که منظورش برخورد غرب و روسیه پس از جنگ در اوکراین است. تاجیکستان تا این دم درباره جنگ روسیه و اوکراین چیزی نگفته است. پرزیدنت هم در پیامش مشخصاً چیزی نگفت. تنها موقع همیشگیش را تکرار کرد که خواهان حل همه نزاع از راه گفتگو است. نکته مهم پیام پرزیدنت که شاید اکثریت در تاجیکستان انتظار بودند، بالا رفتن حجم معاش و نفقه است. علاوه بر این، با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی اهالی پیشنهاد می‌نمایم از 1 مارس سال 2023 مزد مهنت عملکننده کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شد. از 1 ایول سال 2023 مزد مهنت کارمندان مؤسسه‌های معارف، علم، تندرستی، ساحه حفظ اجتماعی و استیپندیاها 20% زیاد کرده شوند. رئیس جمهور درباره چند واقعه مهم سال از جمله تحولات در بدخشان، بازداشت روزنامه‌نگاران، مناقشه در مرز با قرقیزستان و انتقاد درباره محدود شدن آزادی‌ها در تاجیکستان تقریباً چیزی نگفت. سختی اراده سیاسی همینقدر وانمود کرد که گویا معما نیست، مشکلات وجود ندارد. این همون گپ‌های پیشینه معلوم نظام چیزای جدی در رابطه با تحولات‌های اجتماعی و سیاسی یا اصلاحات‌های اقتصادی وجود ندارد. یک شکلی حساباتی حکومت است. در مورد اوکراین و روسیه باشد، همین موقع تاجیکستان بهتر است. بنابراین همساله در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می‌کند. بعد پیام بعضی از اصلاحات صورت می‌گیرد، ولی در عموم افزا به طور چشم‌رس تغییر نمی‌کند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.